به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میکنم خدمت همه دوستان تریدر. امروز میخوام در مورد الگوی MTR صحبت بکنم. الگویی که خیلی از شماها باهاش کار میکنید اما اون نتیجه مطلوب رو نمیتونید ازش بگیرید و به محض اینکه وارد یک معامله میشید، قبل از اینکه به تارگتتون به اصطلاح قیمت برسه میاد و حد ضررتون رو میزنه و بعد در جهت تارگت شما شروع میکنه به حرکت کردن. خب همونطور که میدونید الگوی امتیاری که ما داریم مشاهده میکنیم اینجا، من نشانگر رو بیارم اینجا نگاه کنید. من دیگه در مورد الگوی امتیار توضیح نمیدم که چی از، فرض میذارم که شما الگوی امتیار رو میدونید. اینجا یک برخورد، دو برخورد، سه برخورد و یک خط روندی برای ما به وجود اومده که این خط روند معتبر هستش. اینجا خط روند رو شکسته. خب خیلی از دوستان مبتدیمون در این نقطه وارد معامله میشن. خب چه اتفاقی پیش میاد؟ برمیگرده قیمت، حد ضررشون رو میزنه که این بالا قرار داره، حتی یک به اصطلاح تیک هم بالاتر زده و بعد برگشته. خب نکتهش اینجاست که دوستان نگاه کنید، همینطور که ما این الگوی امتیار این تمیزی رو میبینیم اینجا، اون بانک ها و مؤسسات هم این الگو رو میبینن و مشاهده میکنن. پس اونها میفهمن که شما کجا وارد معامله شدید، حد ضررتون رو کجا گذاشتید و بعد در جهت جمع کردن نقدینگی میان اون حد ضررها رو جمع میکنن و بعد در جهت مارکت پیش میرن. خب برمیگردیم به این الگوی امتیار رو. من امروز رو موبایل این رو توضیح میدم چون خیلی از دوستان مبتدیمون رو موبایل دارن کار میکنن و میخوام راحت باشن و بفهم. نگاه کنید اینجا این الگو رو شکسته، این خط روند ما رو عذرخواهی میکنم شکسته. خب گفتیم که خیلی از دوستان میان اینجا وارد معامله میشن و بعد میاد حد ضررشون زده میشه. خب خیلی هم صبر میکنن این بیاد به این خط بخوره و بعد اینجا وارد معامله میشن که حالا در این مورد خاص اومده پایین و درست در اومده، ولی در خیلی از موارد همینجا به خط هم که خورده میاد پایین و بعد دوباره برمیگرده بالا و حد ضرر ما رو میزنه. حالا چی شده که در اینجا، میخوام اینو توضیح بدم، چی شده که در اینجا به اصطلاح امتیار ما درست در اومده؟ خب امتیار زمانی اعتبار بیشتری داره. نگاه کنید، من میگم اعتبار بیشتری داره. هیچ کس در این بازار نمیتونه بگه قیمت 100% در چه جهتی حرکت خواهد کرد و هیچ الگو و هیچ استراتژی 100% درست در نخواهد اومد و خطاهایی هم خواهد داشت، ولی ما میخوایم بیشترین احتمال رو به اصطلاح در نظر بگیریم و بالاترین آمار برد رو به اصطلاح نصیب خودمون بکنیم. خب زمانی ما در الگوی MTR وارد میشیم در این استراتژی که لیکویدیتی انجام شده باشه بعد از شکست. نگاه کنید اینجا شکست صورت گرفته، دوباره ما یک اصلاح قیمتی داریم در این ناحیه. خب و بعد دوباره قیمت اومده پایین. اینجا نگاه کنید این بالاترین قیمتمون بوده، هیچ لیکویدیتی اینجا انجام نشده، قیمت در اینجا اومده و بعد داشته میریخته. الان فعلا هیچ شکست ساختاری هم انجام نشده، بعد از شکست قیمت هیچ شکست ساختاری هم صورت نگرفته. دوباره قیمت نگاه کنید برمیگرده بالا، اینجا میاد این قسمت بالای این قسمت رو لیکوید میکنه، دوباره برمیگرده. آیا ما باید در اینجا وارد بشیم که این قسمت رو لیکوید کرده برگشته؟ خیر، ما زمانی وارد میشیم که لیکویدیتی انجام بشه و بعد ساختار جدیدی شکل بگیره. ساختار یعنی قله و دره های جدیدی شکل بگیره. حالا در این روند چون ما روند نزولی میخوایم باید دره پایین تر از دره قبلیمون شکل بگیره. خب اینجا لیکویدیتی صورت گرفته و هنوز تغییر ساختار نداریم و بعد دوباره قیمت برمیگرده بالا، دوباره این قسمت رو لیکوید میکنه. میبینید در اینجا این قسمت رو لیکوید میکنه، دوباره برمیگرده اما نمیتونه ساختار جدیدی رو، یعنی دره پایینتر از دره قبلی ما رو شکل بده.
دوباره قیمت برمیگرده بالا، اینجا لیکوید میکنه خب، و بعد برمیگرده پایین و بعد یه قله و بعد دره جدید. این کندل نگاه کنید، این کندل دره جدیدی رو برای ما شکل داده. حالا ما اگر روی این کندل هم بخوایم حساب بکنیم، حتی این دره اصلیمون هم به اصطلاح میبینید که شکسته شده. خب ما اگر بخوایم وارد بشیم، خیلی با حد ضرر پایین بخوایم وارد بشیم، با پایان این کندل باید وارد بشیم و حد ضررمون رو اینجا بذاریم. و اگر حالا ریسک بیشتری میخوایم انجام بدیم، باید صبر کنیم این دره شکسته بشه، یعنی تو همین کندل. حالا من این رو به اصطلاح بیارم جلوتر مشخص بشه که کی دره شکسته شده. با این کندل دره شکسته شده، ما اینجا وارد بشیم. خب نگاه کنید، حالا من بیام اینجا این قسمت رو بذارم، اینجا وارد بشیم و بعد حد ضررمون رو بالای این کندل بذاریم. حالا یکم بالاتر شما باید قرارش بدید دیگه. و بعد حد سود ما نگاه کنید، میشه اون موقع است که حد سود ما میشه ابتدای این به اصطلاح حرکتمون، چون لیکویدیتی اینجا انجام شده، همه به اصطلاح اوردرها گرفته شده. من این بالای این هم بیارم، میبینید که بالای این هم حتی لیکوید کرده و زده و ساختار جدید رو تشکیل داده. حالا من این رو چی کنم، میبینید که آها اینجا اومده و پایین این حرکت، حالا ما اینجا از اینجا تا اینجا بگیریم 1-1مون میخوره و پایین تر هم بخوایم بگیریم تا 2-1 3-1مون هم زده. اما اگر ریسک کمتری رو میخواستیم قبول بکنیم، به محض اینکه این لیکوید انجام شده بود، ما اینجا وارد میشدیم، درسته، رو این بله وارد میشدیم، حد ضرر رو اینجا میذاشتیم. خب تقریبا 1.5 نزدیک 2مون رو اینجا تارگت اولمون بود که میتونستیم بگیریم و بعد صبر میکردیم حالا 2مون بخوره 3مون بخوره و به اصطلاح تا ادامه این حرکت که ما حتی اینجا، من این خط رو بیارم پایین، حتی تا اینجا هم ما میتونستیم بریم، چون این حرکت ادامه این حرکت بوده. ما بله میبینید که تا اینجا هم رفته و حتی پایین ترش هم حالا رفته و بعد دوباره برگشته. پس نکته در اینجا بود که الگوی MTR الگویی هست که تمام بانک ها و مؤسسات و تریدرها اون رو دارن میبینن، پس بنابراین با اون معامله انجام میدن و حد ضررشون رو یک نقطه خاصی میذارن. و اون بانک ها و مؤسسات وقتی حرکت رو شروع میکنند که نقدینگی مورد نظرشون وجود داشته باشه، این نقدینگی رو با زدن این لیکویدیتی، با لیکوید کردن عذرخواهی میکنم با لیکوید کردن قیمت ها به دست میارن. یعنی با حد ضرر من و شما و حالا اون بانک ها و مؤسسات دیگه به دست میارن و بعد به اصطلاح حرکت شروع میشه. و در این استراتژی من یک مرور کلی بکنم. خط ترندمون رو میکشیم، ثبت میکنیم خط ترند شکسته بشه. خب اینجا الگوی MTR به وجود اومد و ثبت میکنیم این الگو برگرده، قیمت برگرده و یک ناحیه رو لیکوید کنه و دوباره یک ساختار جدید تشکیل بده که اینجا در این قسمت میبینید که اینا رو لیکوید کرده، این بالا رو هم لیکوید کرده و اینجا یک ساختار جدیدی رو برای ما تشکیل داده و الگوی MTR ما به ثمر نشسته. پس ما باید در این بازار فقط صبر داشته باشیم و هر الگویی که دیدیم، حالا من در اینجا اختصاصا MTR رو که دیدیم وارد معامله نشیم و صبر کنیم اون شرایط به وجود بیاد و بعد اوردر خودمون رو بذاریم و انشالله که سود خودمون رو بتونیم از این معاملات ببریم. خب امیدوارم که این مطلب برای شما دوستان مفید واقع شده باشه. ممنونم.